من آریا یوسفی هستم. اینو فقط ضبط میکنم به عنوان شاهد و اویدنس اینکه اگر که در روزهای آینده سکته کردم، خونریزی مغزی پیدا کردم و مردم، که مردنم به شکل مردن طبیعی به نظر میومد، میخواستم بگم که من اونر و صاحب و دارنده هولسون چویس ایرواین رو مسئول این میدونم که فکر میکنم مثل آقای امارتیه و همچنین صاحب سوپر ایرواین. پس 2 نفر هستن که من رو میخوان خفه کنن و بکشن، منتها نه به صورتی که به صورت قتل دیده بشه، به صورتی که همه بپذیرن که این مرگ ناخودآگاه بوده. میشه صاحب هولسام جویس ایرواین آقای اماراتی فکر میکنم و صاحب سوپر ایرواین.